بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. ببخشید به خاطر این توپقم. مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. این شعری بود، تفاعل حافظ بود که برای امشب، برای یلدای امشب تقدیم شد به همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران و سراسر زمین. وضعیت عجیبیه، یعنی اینترنت هم فکر کنم تو ایران خوب کار نمیکنه الان در این شرایط. منم که در لایو غیر منتظره آمدم، در حالی که جوان بیگناه دیگری رو ضحاک در واقع به کام مرگ فرستاد. از یک طرف دقیقاً میان و در بزنگاهایی که جشنهای ملی ما هست این کار رو میکنن تا ما داغدار و عزادار باشیم و جشن و شادی نکنیم، چرا که نور، شادی و عشق دشمن تاریکی است. با تمام دیدیم که توی جشن هانوکای یهودیان هم اومدن و این کارو کردن و که اونها رو هم داغدار کنن که اونها هم جشن و شادی نکنند. به هر حال همچنان که به روح بزرگ این جوان ناکام عقیل عزیز درود میفرستیم، جوانی که واقعا بی گناه و مثل هم بقیه جوانان وطن که بی گناه به کام مرگ رفت، ولی یلدا رو هم خجسته می‌داریم و به همتون درود میفرستم و براتون آرزوی لحظات و دقایق و ساعت‌های خوبی رو در کنار خانواده هاتون دارم. این لایو امشب رو من به خاطر واقعا تبریک یلدا فقط نیومدم بگم. یه ویدئویی من از آقای نجات بهرامی گذاشتم دوستان و من کامنت ها رو میخونم. خیلی جالبه این ریاکشن هایی که دوستان نشون میدن. بعضی میان مینویسن رویا تو چرا همه رو میزنی؟ نه دوستان، اینا همه نیستن. اینا کسانی هستند و میخوام فرق ریزشی و فرق صادراتی رو براتون بگم. اونایی که نمیدونن، جناب فربهر در یک لایوی خیلی قشنگ اینو باز کرد. اونایی چه کسانی ریزشی هستند، کسانی که ریزشی هستن خیلی خوش میان، ولی چه کسانی صادراتی هستن. صادراتی ها به کسانی میگیم که زمانی که داخل رژیم بودن در حال منفعت بردن بودند و بعد به یک باره دیدن که منفعت رو باید در جای دیگری به شکل دیگری حفظ بکنند و فوری تغییر لباس دادن و فوری مسیر براشون باز شد که برن، یعنی همون جمهوری اسلامی رو داخل ایران به خارج فرستاده شد. اومدن رفتن داخل شبکه‌های تلویزیونی، رفتن به صورت کارشناس و در مقام کارشناس و فعال سیاسی و غیره و ذالک ظاهر شدن و از اون ور از همونجا از دل جمهوری اسلامی اومدن رفتن دقیقاً دور رضا شاه دوم گرفتن. یک ویدیو هم از رضا شاه دوم چند وقت پیش گذاشتیم که نوشته کار فقط با کسانی که پاک دست هستن پیش میروند و خدایش الان چند نفر دور رضا شاه دوم هستن که آدمای پاک دستی هستن که ببینید همکاری کردن با رژیم اون هم در اون سطح پاک دستی رو به همراه نمیاره. و بعد ما وقتی که میایم از اینا صحبت میکنیم، ببینید ریزشی مثلا میتونن خیلی از این آدمایی که الان داخل حتی سپاه بودن، بسیجی بودن، چه میدونم به هر شکلی جبهه رفتن برای نجات، برای حفظ وطن جبهه رفتن، جانباز شدن، ولی و واقعا اعتقاد داشتن، مثلا فکر میکردن دارن برای وطنشون میجنگن اگر حتی با حکومت همراه بودن و بعد متوجه شدن نه این خبرها نیست و اینا دروغ میگن و ریختن و الان اومدن سمت مردم. این آدما دنبال منافع نبودن که ریختن، به اینا میگن ریزشی. دنبال منفعت نیست، فهمیده، درک کرده که باید از این حکومت فاصله بگیره، حتی اگر الان به قیمت جونش تموم میشه. که هستن کسانی که الان ریزش کردن، از توی بدنی نظامی ها هستن و الان واقعا داره به قیمت جونشون تموم میشه. به اینا میگن ریزشی. اونا اینجوری جنجال ندارن، اینا مثل نجات بهرامی ها نیستند.
اینا مثل قاسمی نژاد و مثل تمام تیم تحکیم وحشتی که داخل ایران بود الان رفتن اینجور منتقل شدن، تلپورت شدن، رفتن دور رضا شاه دوم رو گرفتن. پس ما وقتی که راجع به اینا حرف میزنیم، راجع به دونه دونهشون و مدرک میاریم و سند میاریم که بابا این اینجوریه، این اینجوری کار کرده، این با رژیم بوده، اوکی. کسی که به زبان خودش داره میگه که ما اول با حکومت بودیم، اول جزو مثلا اصولگراها بودیم، بعد دیدیم که نه، بعد رفتیم جزو اصلاح طلبا شدیم، بعد رفتیم جزو ملی مذهبیا شدیم، بعد فهمیدیم که باید مثلا بیایم و برانداز بشیم. خب یکی نیست به اینا بگه اگر شما انقدر کند ذهنید، اگر دیر فهمید یا منفعتتون به این دیر فهمیدن بوده و این همه اشتباه کردین و سالهای سال آقای مثلا خود آقای نجات بهرامی تا چه سال دارم فکر کنم 2023 و اینا یا 22 اینا تاریخاش هست، تازه مثلا از ایران در اومد بیرون، به ماجرایی فکر کنم مهسا اینا در اومد بیرون. خب شما که تا این همه سال اشتباه کردین و ادامه دادین، بعد میین طلبکارم میشین با ماهایی که سالها بهای همکاری شما امثال شماها رو با رژیم دادیم و تازه میان طلبکارم میشن، میگن ببخشید که اینا مثلا زندان. بابا خب مگه ما الان زندانی فیک کم داریم؟ مگر اداره اطلاعات کم زندانی فیک درست کرد که بفرسته خارج که پرونده سیاسی مثلا براشون درست کنه که اون بر مثلا بهشون چیز داده بشه، بعد جار و جنجال سیاسی هم روشون شد که اصلا این پروژه ها مثلا چیز عجیب غریبی نیست که الان همه میدونیم. وقتی میخوان یکی رو میخواستن معروفش بکنن، میخواستن که از ایران بکشنش بیرون، ببرنش توی اینترنشنال، ببرنش توی بی بی سی، ببرنش توی نمیدونم رادیو فردا، ببرنش کجا و بعد یا بفرستنش مثلا دور رضا شاه دوم. این کارو کردن، زندانی فیک درست کردن. مگر الان زندانی فیک نداریم؟ مثلا خیلی درک این چیز عجیب غریبیه. این بچه رو، عقیل رو کشتنش، نرگس محمدی رو شما میبینین چه میدونم لباس از فرانسه براش بیاد تو زندان فلان، با آنجلینا جولی از تو زندان حرف بزنه، تاجزاده از تو زندان با نمیدونم کدوم چیز فرانسوی مصاحبه بکنه، چه میدونم خبرگزاری فرانسه است، شبکه فرانسوی مصاحبه بکنه. مگه داریم؟ یک همچون امکاناتی به یک سری از زندانی ها داده میشه و بعد یک سری رو اونجوری اعدام میکنن به دلیل واهی. این بچه عقیل رو گفتن سلطنت طلب بوده و با منافقین همکاری میکرد. اصلا همچین چیزی مگه داریم؟ اصلا پادشاهی خواهان مگه با مجاهدین اصلا همکاری میکنن؟ اصلا همچین چیزی مگه داریم؟ دروغ به این بزرگی. بعد نرگس محمدی که از کل خانوادهش به قول شوهرش تقی مجاهدن و پیشینه در واقع مخالفت با پهلوی رو دارن و کلا تو این همین دوره همون دوره مجاهد بودن، اینا آزادن. اون بچه فقط جرمش این بوده که چه میدونم پادشاه خواه بوده. بچه چه میدونم دانشجوی معماری بوده، عکس گرفته از فلان ساختمان چه میدونم تاریخی. خب اون شما الان تو گوگل بزنین، با گوگل خیلی راحت میتونین از اینجا هر کجا رو شما از هر کجایی که هستین، هر کجای دیگر رو، هر کشوری دیگر رو ببینین مکان اون کجاست، اون ساختمون کجا واقع شد. نیازی نیست آدم بره عکس بگیره که دیگه الان. بنابراین وقتی که میگم راجع به زندانیان، درود به همتون عزیزان، وقتی میگم راجع به زندانیان فیک سیاسی، کسانی که اینا ریزشی نیستن عزیزان، پس قاطی نکنین، صادراتی رو با ریزشی جدا بذارین. ما مخلص همه ریزشی ها هستیم. رضا شاه هم همینو گفتم، فضا دادم برای اینکه هر کسی میخواد بریزه و بپیونده به مردم. حالا کاری ندارم که خود اون همکاری ملی الان حالا راجبش الان فعلا نمیخوام حرف بزنم تا مطمئن بشم از یک چیزی، بعدا میام راجب اونم حرف میزنم. به هر حال فقط چون کامنت ها رو خوندم و دیدم که این وجود داره، این ذهنیت برای بعضی به وجود میاد، فکر میکنم من دارم بعضی ها رو مثلا میزنم یا ببخشید بدنامشون میخوام بکنم یا فلان. نه، این همچین چیزی نیست. ببین من میخوام الان براتون یه لحظه اگه اجازه بدین
قلب امیرحسین اعتمادی رو براتون اسکن بکنم، میخوام ببینین که بابا وقتی راجع به این آدم حرف میزنین اینا نه قلبشون نه گلوشون نه آدمای درستی نیستن. ببین این چاکرای قلب امیرحسین اعتمادیه، کاملا به راست چرخیده و بسته. این عزیزم من نمیدونم چیزی که دارین شما سوال میکنین، من نمیدونم چی هست، نه من هیچ اطلاعی ندارم. قیام گل سرخ چی؟ اهورامزدا چی فرستاده؟ من خبر ندارم اگه اهورامزدا چیزی فرستاده، به خدا نمیدونم، نشنیدم. چاکرای گلوی امیرحسین اعتمادی بسته چرخیده به راست، چاکرای آژنش هم همینجور و بقیه چاکراش هم همینجور. آقای دکتر قاسمی نژاد، این چاکرای گلوی قاسمی نژاده، این چاکرای قلب سعید قاسمی نژاده، این قلبشه، این گلوشه، اینم آژنشه، بسته دیگه. کیو برم؟ آقای نجات بهرامی، راست میگن آقای نجات بهرامی، اینم چاکرای قلب، این چاکرای گلو و این چاکرای آژنای آقای نجات بهرامیه. خب این همچین آدمایی که نه راست میگن نه قلب دارن، من نمیتونم بهشون اطمینان بکنم. شما اسکن کردن و یاد بگیرید. بارها بهتون گفتم. حالا باز داخل همین ماجرای اسکن کردن ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا رضا شاه دوم که بارها اسکنشون کردیم، درسته، بعد یهو میبینیم مرکز انرژیشون جمع شده، مثلا برای اینکه نمیدونیم با ایشون هم چه کار میکنن. حالا بچه‌های مدام زده جادو و اینا میزنن براشونا، نمیدونیم واقعا چه کار میکنن باهاشون، برای اینکه مگه نداریم از این کارا؟ مگه نمیکنن از این دارک ماژیک؟ مگه نمیکنن این چیزایی که مثلا داخل ارباب حلقه ها و اینا میبینید که شاه رو مثلا میان چه میدونم با این دارک ماژیک میکنن روش که یه مثلا یا نتونه تصمیم بگیره یا تصمیمات اشتباه بگیره یا هر چیزی، مگه دارک ماژیک نمیکردن؟ بعد نیروهای نوری میان و آزادش میکنن. بنابراین وطن پرستان همیشه باید از همه ابزارها استفاده بکنن، هم حرف بزنن، هم نور بفرستن، هم خلق بکنن، یعنی همه جوره باید فعالیت بکنیم. و بارها هم بهتون گفتم من شخص پرست نیستم. رضا شاه دوم رو، خانواده‌اش رو، پدرشون، پدر بزرگشون بسیار به گردن ایران ما حق دارند و بسیار محترم و بسیار عزیز. من هر وقت تصویر محمد رضا شاه رو میبینم گریم میگیره. اون چشمهای مهربانش، اون چشمهای شریفش، اون چشمهایی که دغدغه داشت برای ایران، بهترین رو برای ایران میخواست. خب ما به این شخص یه عمر بدهکاریم. اما رضا شاه دوم رو هم حتی ما برای ایران میخواهیم. یعنی من ایشون رو بسیار احترام دوستش دارم، این زحمتایی که برای ایران میکشه، ولی نهایتا ایشون رو هم چون همه ما یه روزی میریم، یه روزی نمیمونیم هممون، چه اونی که مزدور و خائنه، چه ایشون که داره به وطن خدمت میکنه 47 سال مونده به پای ایران، چه هر کسی که الان داره هر کاری میکنه، هیچ کدوم ما قرار نیست که بمونیم روی زمین. ایرانه که میمونه. پس هر چیزی رو که میخوایم به خاطر ایران میخوایم، به خاطر موندگاری ایران میخوایم. با این وطن باید بمونه، چون آزادی ایران و حال خوب ایران حال خوب زمین است، مستقیم روی همه سیاره زمین تاثیر داره. پس اگر به این فکر بکنیم که و حتی اگر به این فکر بکنیم که ما اگر اعتقاد داشته باشی نداشته باشی که نمیدونم، من این باور رو دارم که ممکنه که هر کدوم از ما دوباره به همین زمین برگردیم، هر کدوم از ما دوباره ممکنه به همین ایران برگردیم. پس یه جایی رو بسازیم، یه کاری بکنیم که اگر برگشتیم توش توی بهشت برگردیم، یه بهشتی که خودمون از پیش ساختیمش، بهشت جای دیگری نیست، همین جاست. پس این زمین را جوری بسازیم که دوباره برگشتیم توش با یه بدن دیگه، شاید با یه جنسیت دیگه، برگردیم توش بتونیم داخلی زندگی بکنیم و لذت ببریم. حسینی 4 روز دیگه وقتش تمام شد، دستان گفته که میاد اینا رو میکشه یا برای همیشه. حسینی کیه؟ ریستارت رو میگیم بابا، اون دیوانه است.
دیوانه است. خب ریستارت که بابا اصلا داغونه. محمد حسینی ریستارت، اینم چاکر آجنای ریستارته محمد حسینیه، اینم قلبش، اینم گرم محمد اون که اصلا دلقک رژیم اصلا مشخصه. آره خیلیش کنیم. خب پس امیدوارم که تفاوت بین ریزشی و صادرات